شبهه اوقات نماز. شما چرا همین نماز 5 وقت نماز شما 3 وقت میخوانید؟ بله شما چرا نمیخوانید؟ شما چرا 5 نماز رو در 3 وقت نمیخوانید؟ وقتی که حدیث صحیح در صحیح مسلم و بقیه صحاح فوق حد تواتر موجوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با هم میخواندن، شما چرا نمیخوانید؟ اون کسی که بر سنت عمل نمیکنه او باید جواب بده که چرا بر سنت عمل نمیکنه، وقتی سنت رسول خدا همینه که نماز ظهر و عصر با هم خوانده بشه، مغرب و عشاء با هم خوانده بشه و این احادیث این در صحیح مسلم الی ماشاءالله موجوده. من حالا احادیث هم از تلویزیون براتون نشان میدم. شما باید جواب بدین که چرا بر سنت رسول خدا عمل نمیکنید. شما باید از مفتی هایتان از مولوی هایتان بپرسید که شما که این کتابا را میخوانید، سنت رسول خدا را خبر دارید، چرا طبق سنت رسول خدا به ما یاد نمیدهید که ما نماز ظهر و عصر را با هم بخوانیم، مغرب و عشاء را با هم بخوانیم، در یک وقت بخوانیم. این ما شما طلب داریم، شما باید جواب ما را بدید. شما سوال ما را جواب ندادی و تا ابدم نمیتونی جواب بدی و هیچ مولوی شما پیدا نشده از شکم مادر زایده نشده که بتواند این سوال را جواب بدن که چرا وقتی رسول خدا این عمل را انجام داده بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء جمع کرده شما جماعت جمع نمی کنید. این که سوال بی جواب ماندی و انشاءالله مولوی هایتان در عالم شنیدن، شرق غرب عالم، اونها جواب بدن. بینندگان گرامی، باید به این آخوند و امثال وی گفت که قرآن کریم در مورد نماز می‌فرماید ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. بیگمان نماز در اوقات مشخص و معینی بر مؤمنین فرض است. و علی رضی الله عنه در نامه 52 نهج البلاغه به والیان حکومت اسلامی در زمان خلافت خیش اوقات نمازهای پنجگانه را چنین توضیح می دهد: اما بعد نماز ظهر را تا زمانی با مردم بگذارید که سایه آفتاب به قدر جای خوابیدن گوسفندی گردد و نماز عصر را زمانی با ایشان بگذارید که آفتاب سفید و تابنده باشد و آنقدر مانده باشد که در آن 2 فرسنگ راه توان پیمود و نماز مغرب را زمانی با آنها بگذارید که روزه‌دار روزه می‌گشاید و حاجی روانه منا می‌گردد و نماز عشا را زمانی با ایشان بگذارید که سرخی پنهان گردد تا 1/3 از شب بگذرد و نماز صبح را زمانی با ایشان بگذارید که هر کس صورت دیگری را تواند شناخت و نماز را در حد توان ناتوان ترینشان به جای آرید که موجب فتنه انگیزیشان نگردید. این است فرمان امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه درباره اوقات نمازهای پنجگانه. پس سؤال ما این است که شما چرا خلاف عمل و گفتار علی رضی الله عنه عمل می کنید؟ اما جمع 2 نماز نزد اهل سنت نیز درست است. اهل سنت هم در بیماری و سفر و هنگام عذر جمع بین 2 نماز را جایز می دانند، ولی اصل را بر جدا خواندن نمازهای 5 وقت در حالتهای عادی می دانند.